سلام خدمت تمام کارمندان زوزی صاف. بچه‌ها من هر جوری که فکرش کردم دیدم که واقعا نمیشه. خوشم نمیاد یه قدم برگردم عقب و دوباره ویدیوها رو مثلا فقط با میکروفون بگیرم و حال نمیکنم. پس اون جهت گفتم که بی خیال دوباره با همین وبکم شروع میکنیم و اینکه فقط منتظر چند تا کار بودم که انجام شه، یکیش مثل سایت، قالب و اینکه محصولات رو بذارم که هنوز نذاشتم واسه بخواد، چون محصولات خیلی زیاد شده و اینکه واقعا میگم تو چهره من پارگی رو احساس نمی‌کنی. ببینید من سر این سایت واقعا پاره شدم تا ساختمش، یعنی من الان بد جور داره میسوزه پشتم و دیگه احالت پلمپ در اومدم، واقعا ترکیدم. برو که رفتین. او مای گاد بعد از 12 سال اومدم توی فوتبالیستان. او مای گاد او مای گاد این واکنش اصلی من نیست، اصلا برام مهم نیست. فکر کردی برام مهم نیست؟ واقعا برام مهم نیست. خب بریم. خب من فقط تو اینا سوباسا رو یادم نمیاد که آره دیگه سوباسا بود. خب بریم. خب بیا اینجا اصلا چی به چی بود الان اینا پاز. Oh my god! 4-1! Are you kidding me? What the fuck man? Holy shit! البته خب ما سوباساییم. آقا آهنگ مای نمی جانسون رو بنداز وسط. ناموسم میگم. آقا مهم نیست، ما سوباساییم. سوباسا از همه قوی تره. این فوتبال نیست، این فوتبالیستاه. تا جایی که یادمه باید دکمه رو به موقع میزدی. بعد چند وقت که نه، بعد چند سال دارم خوب واقعا میزنم، یعنی میتونن 4 تاشون رو رد کنم. My name is John C. No! خب برام مهم نیست. بچه‌ها سعی نکنید که بفهمید اینو چی بگم چون نمیفهمم. بله من دارم بو میدم. یعنی چی؟ این یارو هم اسمش تارو بود. چی بود؟ یادم نیست. چی بود اسمش؟ یادم نیست. صداش خیلی زیاد. بده اینجا. ول کن. نانی یعنی به ژاپنی نانی یعنی مثلا یه تعجب میکنه اینا. اگه انیمه دیده باشید میکنم. خب بذارید بهتون در مورد یه چیزی تعریف کنم که آقا من تلاشون آقا بزن. اوه مای گاد. نایس. چه شکلی گل بزنم. What the fuck. دیگه این ته قدرتیش بود دیگه. نه دقت کنید باید سوباسا شید بزنم. اگه سوباسا شید بزنم قطعا دول، ولی در غیر این صورت نیست. آقا داشتم میگفتم میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم. اولین بازی که من تو پلی استیشن 2 گرفتم همین کاپیتان سوباسا بود و اینکه آقا من تا یه سال اول فکر می‌کردم یه بازی چرته و انداختمش راستش بخوایم دور و نابودش کردم. آقا بعد یه سال اومدم گرفتمش دیدم پشمام ریخت. دیدم این باید دکمه رو به موقع بزنی تا یارو بزنه و اینا. دقت کنین بعضی از بازی هستش مثلا شما شاید اون موقع نتونید تمومش کنید مثلا درست بازیش کنید، ولی بعد یه سال میتونید. ببینید وایسید بهتون بگم چه شکلی باید تو این بازیش قوی بشین. فقط بعد به موقع دکمه رو بزنید، یه دکمه رو بزنید، مربع رو مثلا اینجا بزنید به موقع. نگاه الان مثلا من دیگه خیلی بد خراب شد. آقا بش این اونم بدتر.
نه بکار اگه این بهش بخوره اونم بدتره. خب ریده شد توش. تمامه. بده پاس بده خب الان مدی بود. او مای گاد همه رو زدم خواهش من نگیر دیگه بچه خوب نایس. A few moments later. حل داره میاد تو دستم. واقعا بازی خاطره انگیزیه. خیلی قشنگه مخصوصا 2 نفره نشستیم بازی میکنه. خیلی اصلا حال میده دیگه 2 نفر. نه چرا عادت کنم وقتی میخوام دکمه رو به موقع بزنم زبونمو بیارم. خیلی بزن اینجا یه شوت بزنم. سوباسای دیگه وسط زمینم بشوتی گله. آره ما خیلی خوبیم. ما وسط زمینم گل می‌زنیم. یه من نزنیه جون مادرت این یکی رو نزن. عجب آدم زداله. یه جوری اگه یادتون باشه تو کارتون اصلی هم یه جوری بود. مثلا یوی تو مثلا یه قسمت سوباسا رو می‌دیدید. فاک شت I'm out. برو دیگه برو نایس. بگیر گوخوری نکن. آقا اگه یادتون باشه فوتبالیستا یویی مثلا یه قسمت می‌ذارید ببینید یویی یارو مثلا میشوتید سوباسا دقایق پایانی بود یویی اون قسمت تمام شد تا قسمت بعدی میرفت. در مورد اینم یه عکسی درست کردم خیلی بود. آخه این کاری داره خیلی جالبه. من با شبیه ساز PS2 وقتی که فیلم رکورد میکنم ویدیو میگیرم فریمم بهتر میشه. خیلی جالبه. من چرا زبونمو میارم بیرون؟ آقا سوباسا کن آقا یه لحظه برگرد آقا وایسته یه چیزی هم روشن کنم. الان من میدونم جریانم چه قراره. ببینید توی زبان ژاپنی مثلا وقتی که خیلی واقعا جالبه وقتی که ته اسم کسی بذارن کون. خب آقا فوش نیست تو ژاپنی فوش نیست. کون بذارن انگار دارن بهش میگن آقا. مثلا یعنی که آره دیگه همون آقا دارن به طرف احترام میذارن. مثلا میگن سوباسا کون یا مثلا میگن مثلا میگه چی بگم مثلا کاکرو کون. آره خیلی جالبه. مثلا علی راد کون میشه دیگه. خیلی جالبه. زبان ژاپنی واقعا زیبا. بزن تارو کون. نمیم تارو اسمش کل نمیشه. امید ندارم. اصلا فیلم هندیه. من نمیگه عوض زمانه چش نداره چه شکلی میبینه. واقعا بزرگترین سوال زندگی من این چه شکلی میبینه. 11 دقیقه مونده تا نیمه اول این موضوع به پایان برسه. تارو کون. چرا آخه فکر نکنی فوشه ها پاراد این فوش نی. یعنی آقای تارو مثلا تارو کنی. آره دیگه حواستون باشه اینو فوش ندونه. ولی جلو خونه مادم دوباره سوباسا میخواد از وسط زمین بشوته و بره تو گل. باید بره تو گل. بابا من دیدم گل خورد. برو تو گل.
هه من سوباسام. هه my name is Johnson. بیا my name is سوباسا. my name is سیباسا کون. oh my god به یه چیزی برخوردم. جان سینا کون. من میرم دروازه‌مون رو دیلیت کنم دیگه این کارا چیه واقعا میگم. دروازه‌مون دیلیت شد. what the fuck what holy shit man. 確実に決めてきました。大友中のキックオフ。浦部君バックパス。よし。志田君パスを出します。よし。岩見君ここはパスを出した。いけ。翼君ボールを弾いた。این عمویی داره چیکار میکنه؟ تلفن زنگ خورد. نایس. ها چی شد چی شد الان؟ اوه با سر میره جلو تو با این سه. یادم اومد. آقا من الان مثلا نفهمیدم که اینا یه گل هم نزدن اون موقع تالا. آقا من میخوام بهشون کمک کنم. بیا این بچه خودم میرم یه کاری میکنم بهم گل بزنم. بچه اینجا رو نبینید دیگه. اینجا رو کات میکنن دیگه. آره بعضی ها این ترفند نشونه. میخوام بگم مثلا دور سخت رفتن. یا منو رد کن. اوه چقدر قویه. اوه سوباسا رو رد کرد. چقدر قوی میتونه یکی باشه. او مای گاد. او مای گاد. او مای گاد. اینا چقدر قوی هست. وای اولی شت نه. او مای گاد. وای من نمیتونم اینو بگیرم. نه واو بچه ها واقعا متاسفم ولی چون که دور سخته دیگه من یه گل خوردم دیگه. البته اینم دقت داشته باشی که این یه چیز علکی بود و این کار خیلی استفاده میشه. آره علکی مثلا بازی سخت بود. علکی مثلا سوباسا اینجور گل بود. الان که چی اصلا چرا همون موقع وقت تموم نکردی عزیزا؟ این چه کاریه؟ خدایش اینو رقیب نیستم. خدایش من فقط منتظر کاکرو هم. منم باهاتون میام. شما برید یه گل دیگه هم بزنید. اصلا میخوام شما 4 تا بیا سوت بده به درک. من همه رو بهتون میزنم. نه اصلا چرا این کارو کنم؟ من اصلا خودم نمیرم جلو. من فقط این عقب وای میستم. بچه‌ها خودشون برن گل بزنن. به سوباسا اصلا احتیاج نیست تو این بازی. من فقط دروازه‌مان رو اداره میکنم. یعنی فقط توپا رو میگیرم. اگه خودشون بذارید بازی کنن به من ربطی نداره واقعا اینا چیکار میکنن. من میخوام ببینم میتونن یه گل بزنن. یه گل فقط ازشون میخوام بزنن. هیچ چیز زیادی نیست. که اینا خیلی قویه و من واقعا قدرت بردن اینا رو ندارم بچه‌ها. خیلی اینا قویه. واقعا میگم. هیچ وقت تکی باشون بازی نکنم. آره من به عنوان من میرم کنار. من اصلا اینجا میرم بیرون. من چرا اومدم جلو؟ الان این کاپیتانشونه میخوادش. خب معلومه به سوباسا میخوره. سوباسا وای نیست دیگه. معلومه دیگه سوباسا دیگه. سوباسا کونه. آقای سوباسا بزرگ. جان سینا MND خورو
من زیاد از سوباسا خوشم نمیاد چون همیشه از کاکرو قوی‌تر بود. بعضی کاکرو خوب بود. نه کلا با کاکرو حال نیست. سوباسا هم دوست دارم کلا همه‌شون رو دوست دارم چون کارتون لچی‌ها دیگه هرچی باشه. و واقعا اینم یادمه که همیشه یوی مثلا چیکار می‌کنی؟ و اینم یادمه که همیشه بابا میخوام حرف بزنم یه لحظه وایسا. خب داشتم میگفتم و یادمه همیشه وسط یوی مثلا یه قسمت وقتی تموم میشد که بازیشون هنوز به پایان نرسیده مثلا بازی باز اومدی مثلا بازی آقا داشتم میگفتم هر سری که میومدم سوباسا میدیدن یادم بازی کاکرو سوباسا نزدیک 3 تا قسمت بود تا جایی که من یادمه. فرض کنید مثلا 3 تا قسمت داشتین فقط یه مسابقه رو ببینید هر سری مثلا سر شوت کاکرو سوباسا میرفت یه قسمت دیگه خیلی جالب. خب بده تارو او مای گاد و ما اصلا نمیدونیم که این گل میشه. آره ما اصلا نمیدونیم. او مای گاد MNG او مای گاد گل میشه نه گل نمیشه اگه گل شه خیلی دیگه همه یعنی گل میشه. من همینجا میرم من تا تاییدیه نیستم واقعا دیگه نمیدونم واقعا چیکار کنم. اینا خیلی دیگه ضعیفن آقا به امید این که یه تیم قوی تر بیاد. ما داریم 4-1 میزنیمشون واقعا من میرم اون ور. کاش وضعیت ایرانم توی جام جهانی این شکلیشه واقعا امیدوارم ولی بچه‌ها تو خواب این وضعیت واقعا متاسفم. آره دیگه من اصلا میرم اون ور. من میرم یه لیوان دیگه آب بخورم بعدش یه لیوان دیگه هم میخورم بعدش یه لیوان دیگه هم میخورم. من همیشه کلا میخورم. آره من اصلا میرم اون ور تریگرام یه بازی چک میکنم و اینکه من یه خورده دشتویی دیگه شایشم میرم یه خورده کارامو کنم. آره دیگه من رفتم بچه من رفتم من اگه 9 دقیقه دیگه میام دم 10 دقیقه. آره دیگه من فعلا رفتم. کری الان مهمه واقعا مهمه واقعا مهمه. من دست رکمه نزدم What the fuck اومد که اینو نمیداد اینم اومد دیگه دوباره. آقا من نمیخواستم گل کنم واقعا ببخشید در بزنم واقعا ببخشید از سازندگان بازی هم عذر میخوام چون که با این کارم کاری کردم که هوش مصنوعی بازی رو کوچیک جلو بردم واقعا شرمنده. همینجا از کاپیتان این تیم هم عذرخواهی میکنم. از همینجا از جان سینا هم عذرخواهی میکنم که یه جورایی ما از سوباسا از جان سینا هم داره میزنه بالاتر واقعا متاسفانه خیلی واقعا تاسف داره. آقا در کل اینا هیچی نیست. من هیچی آقا به هیچی دست نمیزنم. من به هیچی اینجا دست نمیزنم. به هیچی دست نمیزنم. آره بله باز هم گرفتش. من واقعا همینجا از کسی که هوش مصنوعی برای این بازی ساخته تشکر میکنم. خیلی ممنون خیلی کارتون درسته
فقط خواهشم یه کاری کنید انقدر راحت نباشه. من دیگه دارم دیگه فکر کنم دیگه هم بتونم کل اینجا رو دیلیت کنم. البته دیلیت یا نه سوباسا بزنمشون کنار. آره نگاه حرفش هم اومد، داورم اصلا براش مهم نیست، مسئله ای نیست که میافتن اون برای سوباسا. آره دیگه سوباسا دستش باشه میبینید دیگه. همچنین من باید این دکمه رو بزنم. این همه میاد میگه سوباسا کن، هی به این بیچاره هی بی احترامه میکنه. هی من باید آدمی رد کنم. من الان دوباره از همینجا برمیگردم به احترام این بزرگوارا. من دوباره این عقب میرم یه روز اینا رو دوباره اینا رو دیلیت میکنم و دوباره برمیگردم. یه خورده بذارید راه بریم. اوه داریم بو میدیم بعد بریم همون و الان وقت مسابقه هم داره تموم میشه دیگه. شرمنده ها این کاپیتان واقعا چطوری؟ بالاخره زد. تازه توپو ازم نگرفت. خیلی عالی خیلی عالی. بچه‌ها حتما بتونیم قول میدم که تیم بعدی که بازی می‌کنیم باید سریع‌تر از این حرفا باشه. الان بیشتر میخواد بگه سواسا اینا مثلا قوی هم یه خورده میخواد بازی رو بهم یاد بده که بتونم شاید انقدر دیگه بله تو نمیتونی میخواد بیاد دست سواسا. آفساید شد. مرسی داور. آفساید رو میگیره. برعکس آفساید به نظر من تنها چیزی که تو سواسا اصلا بهش اهمیت داده نمیشد. اصلا توی کلا تو کارتوناش هم این شکلیه. اصلا به آفساید اهمیت نمیدادن و اینکه آفرین بالاخره و اینکه کلا تو سوباسا به آفساید اهمیت نمیدادن. یویی مثلا از اول زمین بود، طرف یویی پاس میداد میافتاد دست کاکر اصلا اونجوری گل میشد، اصلا برای داور مهم نبود. و الان نمیدونم چرا مهم شده یویی. بله الان هم نتیجه 5-2 شد که ما ترکوندیم. مرسی از سوباسا جون، مرسی از امجی، مرسی از همه. خیلی آقا آره دیگه میریم با خفش شد. مسابقه بعدی با اینا. آره دیگه این قسمت حله. من این به بعد دیگه دوباره شروع میکنم با وبکم ویدیو گذاشتن اینا. واقعا حال و حوصله ندارم یه قدم به عقب برگردم و دوباره با میکروفون من ویدیو بزنم. واقعا حال و حوصله ندارم و حال نمیکنم خودم بعد اولش خوشم بیاد، چون که توی وبکم خیلی کارا میشه کرد و ایده های خیلی زیادی هست. و اینکه یه سبکه آقا من سایتم یه چند روز دیگه لینکش رو میذارم تو کانال تلگرام. به احتمال زیاد بازیایی که بازی میکنم و مثلا چه شکلی بگم، مثلا یه ویدیو مثلا اون بازی که میفروشم تو سایت رو مثلا میام اینجا بازی میکنم معرفی میکنم و اینا. شاید این اتفاقا بیفته. کلا بازی ساخت میبرم بالاتر. و اینکه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار بچه‌ها.